فکر کنید یک کیف دارید که سوراخ است و با ارزش‌ترین یادگاری‌های خانوادگیتان را دائم از آن می‌اندازید. در چند دهه اخیر سرنوشت میراث فرهنگی ایران همین بوده و کلی از آثار باستانی خفن از موزه‌ها دزدیده شده یا آب شده و رفته تو زمین. از جام طلایی خشایارشا بگیر تا یه عالم سکه. این گنجینه‌ها یا به خاطر بیخیالی ما یا حتی از قصد مثل دود غیبشان زده و بیشتر وقتها هم دزده هیچ وقت پیدا نشده. ولی یکی از بدترین و تلخ‌ترین دزدی‌ها داستان لوح طلایی داریوش بزرگه. این کتیبه فقط یک عتیقه گران قیمت نیست، در واقع مثل شناسنامه یا سند مالکیت ایران است. این لوح به ما میگوید که 2500 سال پیش امپراتوری هخامنشی زمان داریوش بزرگ چقدر وسیع بوده و عظمت ایران آن موقع را به رخ میکشد. تو این ویدیو میخواهیم داستان دزدیده شدن این سند با ارزش و سرنوشت تلخش را با هم مرور کنیم. خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است. داستان ما برمیگرده به تابستان سال 1312 شمسی. اون موقع‌ها رضا شاه از دست فرانسوی‌ها شاکی بود چون داشتن گنجینه‌های تخت جمشید را از کشور خارج می‌کردند. خلاصه از ایران اخراجشان کرد و کار حفاری را سپرد به یک باستانشناس آلمانی به اسم ارنست هرتزفلد. گفتند بروید بگردید، میراث فرهنگی ایران را پیدا و ثبت کنید تا هویت ملیمان را قوی‌تر کنید. یکی از خفن‌ترین کارهایی که تیم هرتزفلد کرد این بود که پلکان شرقی کاخ آپادانا را از زیر خاک کشید بیرون. روز 28 شهریور 1312 هرتزفلد برای جور کردن بودجه رفته بود آلمان و دستیار جوانش فردریک رفتر کارگاه دستش بود. رفتر قبلا دیده بود که دو تا گوشه غربی دیوار کاخ آپادانا انگار سوراخ دارد و حد زده بود که قدیم‌ها اینجا را غارت کردند، اما سمت شرقی کاخ هیچ سوراخی نبود، مثل یک اتاق مهر و موم شده در قلعه‌ای که همه فکر می‌کردند کاملا غارت شد. همین باعث شد با خودش بگوید نکند آنجا هنوز چیزهایی دست نخورده باقی مانده باشد. حدسش هم درست از آب درآمد. به دستور او گوشه شمال شرقی کاخ آپادانا را کندند. بعد از مدتی در عمق 80 سانتی متری یک جعبه سنگی 4 گوش پیدا شد. این جعبه مثل یک کپسول زمان بود که 2500 سال منتظر مانده. داخلش 2 تا لوح بود، یکی طلا و یکی نقره که روی هر دویشان با خط میخی چیزهایی نوشته شده. 2 روز بعد یعنی 30 شهریور در گوشه جنوب شرقی تالار یک جعبه سنگی عین همان پیدا شد که آن هم 2 تا لوح طلا و نقره در خود داشت. اینجوری شد که 4 تا لوح که حدود 2500 سال زیر خاک بودند پیدا شدند. روی این لوح‌ها به 3 زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی این متن نوشته شده بود: داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسب، هخامنشی. داریوش شاه میگوید این کشوری است که من دارم، از سرزمین سکاها که آنور سغد هستند تا حبشه و از هند تا لودیه. این را اهورامزدا که بزرگترین خدایان است به من داده. اهورامزدا من و خاندان شاهی من را حفظ کند. این نوشته دیگر مهر تایید را زد که تخت جمشید را هخامنشی ها ساختند و آن افسانه هایی که میگفتند مثلا جمشید ساخته همه‌اش کشف بود. این کشف آنقدر مهم بود که وقتی هرتزفلد برگشت و طبق قرارداد منتظر بود یک جفت از لوح‌ها را بهش بدهند ببرد خارج، رضا شاه محکم جلویش ایستاد. رضا شاه اسم این لوح‌ها را گذاشت قباله ایران و گفت اینها سند ملی است و قاطعانه دستور داد که هر 4 تا باید در ایران بمانند. بعد از دستور رضا شاه لوح‌ها را بردن تهران، مستقیم به کاخ مرمر که دفتر کارش بود. یک مدت بعد که موزه ایران باستان، همین موزه ملی فعلی راه افتاد، 2 تایشان، یک طلایی و یک نقره‌ای، به موزه ملی رفتند و 2 تای دیگر تحویل موزه کاخ گلستان شدند. رسیدیم به دهه 50. برج شهیاد، همین برج آزادی خودمان که ساخته شد، دولت آن موقع تصمیم گرفت یک تکه از فضایش را موزه کند. برای همین آن 2 تا لوح طلا و نقره‌ای که در کاخ گلستان بودند به موزه برج شهیاد منتقل شدند و تا نزدیکای انقلاب 57 همان
آنجا ماندند. وقتی شلوغی‌های انقلاب زیاد شد و همه نگران امنیت این آثار بودند، شاپور بختیار که نخست وزیر بود سریع دستور داد این لوح‌ها و بقیه چیزهای با ارزش را به گنجینه امن موزه ملی ببرند. این جابجایی مثل این بود که بخواهی یک لوستر کریستالی بسن را وسط یک زلزله شدید جابجا کنی. موزه ملی هم بعد انقلاب اوضاعش ریخته بود به هم و مدیریت درست حسابی نداشت. حالا بعد از کلی وقت هر 4 تا لوح دوباره کنار هم در مخزن موزه ملی ایران جمع شده بودند. ولی این دوره همی زیاد طول نکشید. در همین اوضاع شلوغ یعنی سال 1359 یک باستانشناس به اسم نصرت الله معتمدی که آدم کاردرستی به نظر می آمد و در جاهای مهمی حفاری کرده بود، رئیس موزه ملی و امین اموال موزه شد. یعنی برای حدود 1 سال کلید کل موزه دست او. معتمدی وقتی داشت سندها را بالا پایین می‌کرد، فهمید که به خاطر آن بی‌نظمی کد ثبت آن 2 تا لوحی که از برج شهیاد آمده بود اشتباهی وارد شده و با یک سری وسیله بی اهمیت قاطی شده. این مثل این بود که بفهمی سیستم امنیتی بانک یک گاف صندوق پر از شمش طلا را به اشتباه به عنوان انبار جارو ثبت کرده. معتمدی از این فرصت طلایی استفاده کرد و یک لوح طلا و یک لوح نقره را کش رفت. بدبختی اینجا بود که تا مدت‌ها هیچ کس روحش هم از این دزدی خبردار نشد. این بیخبری سالها طول کشید تا اینکه سال 1377 یک باستانشناس دیگر به اسم شاهرخ رزمجو که مسئول مرتب کردن تالار کتیبه‌های موزه ملی شده بود، بوی ماجرا را حس کرد. رزمجو مطمئن بود که 4 تا لوح وجود داشته. وقتی رفت در مخزن دید ای دل غافل، فقط 2 تایش آنجاست. بعد از کلی پیگیری مدیران موزه تصمیم گرفتند نصرت الله معتمدی امین اموال قبلی را بیاورند تا جواب دهد. معتمدی آمد تهران و وقتی ازش پرسیدن اون 2 تا لوح چه شده، گفت من خبر ندارم و زد زیر همه چیز تا اینکه پلیس قاطی ماجرا شد و بالاخره در بازجویی‌ها اعتراف کرد که لوح‌ها را دزدیده. آخر سر معتمدی لوح نقره‌ای را پس داد. آن را توی دفتر کار قدیمیش در خود موزه ملی زیر یک کمد قایم کرده. ولی سوال اصلی این است که لوح طلا چه شد؟ معتمدی یک اعترافی کرد که مغز آدم سوت می‌کشد. گفت با کمک برادر زنش لوح طلا را آنقدر کوبیدند تا خطهای میخی رویش از بین برود. بعد تکه تکه‌اش کردند، آبش کردند و به قیمت 1,000,000 تومان فروختند که باهاش یک پیکان بخرند. آخر این حرف رو یه باستانشناس کارکشه میزنه. واسه همین هیچ کس باورش نمیشد آدمی که خودش ارزش این چیزها را میداند همچین بلایی سر یکی از مهمترین سندهای تاریخ ایران بیاورد. این ادعا مثل این است که کسی بگوید نسخه اصلی شاهنامه فردوسی را آتش زده تا یک شب خودش را گرم کند. ارزش کاغذ و جوهر در برابر داستانی که حمل می‌کند هیچ است. معلوم است که حدود 5 کیلو طلا خیلی پولش است، ولی ارزش یک لوح طلای 2500 ساله که روش دستور داریوش بزرگ حک شده اصلاً با ارزش طلای خام قابل مقایسه نیست. این را دیگر یک باستانشناس مثل معتمدی خیلی خوب می‌دانست. به احتمال زیاد معتمدی لوح را یواشکی از طریق چند تا دلال به یک کلکسیونر خارجی فروخته و بعد هم گفته آبش کردم که دیگر کسی دنبالش نگردد و هویت آن خریدار هم برای همیشه مخفی بماند. از همان سال 77 که قضیه دزدی لو رفت، این لوح رفته تو لیست پلیس بین الملل اینترپل. این یعنی هیچ موزه یا حراجی معروفی نمیتواند این لوح را بفروشد یا به نمایش بگذارد. سرنوشت خود نصرت الله معتمدی هم یک معماست. به جرم تخریب اموال ملی محاکمه و زندانی شد. دادگاه هم حکم داد که باید خود لوح طلا را برگرداند. حکمی که مثل این بود که از او بخواهند یک آینه شکسته را طوری به هم بچسباند که انگار هیچ وقت نشکسته. این حکم غیر ممکن بود و معنایش میشد حبس ابد. بعضی ها میگویند بعد یک مدت مرخصی گرفته و فرار کرده رفته ایتالیا. بعضی های دیگر هم میگویند سالها در زندان مانده و همانجا فوت کرده. این حرف و حدیث ها هست، ولی تهش هیچی. آن فاجعه‌ای که با از دست رفتن این اثر بی‌نظیر سر تاریخ و فرهنگ ما آمد را جبران نمی‌کند. امروز از اون 4 تا لوح 3 تاش، یعنی یک لوح طلا و 2 تا نقره در موزه ملی ایران نگهداری می‌شوند. آنها یادگارهای یک تراژدی هستند و جای خالی برادر گمشده‌شان مثل یک ستاره خاموش در پرچم یک ملت زخمی عمیق بر حافظه تاریخی همه ماست. آخر و عاقبت معتمدی و آن لوح طلا هنوزم که هنوزه
حاضره یکی از سوالهای بی جواب تاریخ معاصر ما باقی مانده. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با ما بودید. به نظر شما بزرگترین خطری که تاریخ و میراث فرهنگی ما را تهدید می‌کند چیست؟ قاچاق یا بی‌توجهی خودمان؟ ممنون میشم کانال خودتون مگه میشه رو سابسکرایب کنید.